روز بخیر بینندگان گرامی رادیو زودی با تحولات اخیر تاجیکستان و جهان در روز 12 اپریل من شعله گلخوجت در خدمت شما هستم. در نشر نوبتی سرخط خبرها درباره صدمه دهشتبار در روی ماشینگرد دوشنبه وحدت، بازداشت چند نفر در سنت پترزبورگ، در پی زناشویی تاجیکان و چچنها، تفتیش در کارگاه هسته‌ای ایران که در آن اسرائیل متهم می شود و دیگر موضوعها معلومات می‌دهیم. شب 11 اپریل در روی دوشنبه وحدت صدمه سرتلفات رخ داده است. به قول شاهدان در دهه سوغدیان ماشین بارکشی کماز و نقلیات سبکروی اوپل به هم برخورده باعث مرگ از 4 تا 5 نفر شده است. وزارت کارهای داخلی به عمل آمدن صدمه مدهش را تصدیق کرد، اما هنوز شماره دقیق فوتیدگان و سبب رخ دادن صدمه را رسما اعلان نکرده است. مقامات انتظامی تاجیکستان خبر دادند که روز شنبه گذشته یک مرد 31 ساله گمانبر در دزدی با هدف فرار خود را از آشیانه سیوم شعبه کارهای داخلی در وحدت به زمین پرتافته است. این ساکن دهه کبیرآباد شهر وحدت و صاحب 3 فرزند به هلاکت می‌رسد. برخی از پیوندان مهرالدین گدازاده دلیل مقامات را زیر شبهه می‌برند. همکاران ما این قضیه را پیگیری دارند و ما کوشش می‌کنیم در دوام روز بینندگان عزیز برایتان تفصیلات بدهیم. در پی زناشویی گروهی و تیرپرانی در سنت پترزبورگ 10 نفر از زادگان تاجیکستان و چچنستان بازداشت شدند. کامسомольская правда می‌نویسد زد و خورد شام 9 اپریل در مرکز تجارتی با نام پیک صورت گرفته ساکنان پلیس را دعوت کردند. کارمندان حفظی حقوق در جای حادثه تیرهای ریزینی را پیدا نمودند. لحظه زناشویی در کامراهای نظارتی مرکز تجارتی ثبت شده است. درباره آنکه چند کس از بازداشت شده‌ها تاجیکانند دقیق گفتن نمی‌شود. یک تن از شرکت‌داران مناقشه با کرد مجروح و بستری گردیده است. در نسبت این حادثه برای افباشی پرونده جنایتی آغاز شده است. 4 تن از دستگیر شده ها را برای معین کردن چاره پیشگیری کننده به دادگاه انتقال دادند. وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از ساکنان دعوت می‌کند که با اجرت‌های قلبکی به روسیه نروند و هنگام خریدن بلیط‌های خودسری دوشنبه مسکو هوشیار باشند تا به دام فریبگران نیفتند. شهروندان تاجیکستان فعلا حق دارند با پروازهای دائمی سامان ایر و یوتر به پایتخت روسیه بروند. این نهاد خاطر نشان کرده است پروازهای شرکت اورالسکی آویالینی تنها برای شهروندان روسیه و آنهایی است که برای سفر به آن کشور اساس دارند. ورود بدون اساس به روسیه طریق پروازهای چارتری باعث دپورت نمودن شهروند تاجیکستان خواهد شد. وزارت مهنت اینچنین از تاجیکان خواهشمند کرد در روسیه دعوت کرده است که به اگنتی شغل خارجی و خدمات مهاجرت مراجعت نمایند. نیروهای خدمات فدرالی امنیت روسیه گروهی را بازداشت کردند که 5,500 خارجی را غیر قانونی به ولایت سوردلوفسک انتقال داده است. در این باره خبرگزاری لنتارو نوشته است. به قول منبع بیشتر مهاجران زادگان کشورهای مشترک المنافع یا خود ایدئیم بودند. تشخیص طبی نشان داده است که اکثریت آنها گرفتار بیماری کووید 19، سیل و دیگر مریضی‌های خطرناکند. برای ثبت نام و یا به اصطلاح دیگر رجیستراسیون هر یک مهاجر اعضای گروه بازداشت شده تا 1,500 روبل روسی می‌گرفتند. هنگام گفتگو از گمانبران جنایت تقریباً 15 میلیون روبل و حجت‌ها برای تشکیل سفر مهاجران به قلمرو روسیه دریافت مصادره کرده شده است. دیروز کارگاه هسته‌ای نتنز ایران از تامین برق محروم شد. تخمین می شود که این عمل در نتیجه تفتیش اسرائیل به وقوع پیوسته کوشش‌های دیپلماتی احیای تطبیق سازش هسته‌ای سال 2015 را زیر سایه می‌گذارد. سال 2018 پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ کشورش را از این سازش بیرون کشیده تحریم ایران را برقرار کرد. رئیس اگنتی نیروی هسته‌ای ایران قطع تامین برق به کارگاه نتنز را عمل تروریستی هسته‌ای نامیده از جامعه جهانی خواست بر ضد آن اقدام کند. رادیوی دولتی کن اسرائیل با تکیه به منابع اکتشافی گفت که اگنتی جاسوسی اسرائیل موساد در کارگاه هسته‌ای ایران حمله کامپیوتری عملی کرده است.
یک روز پیش از آن ایران تولید سنتریفوگاهای پیشرفته‌ای که برای افزایش میزان غنی‌گردانی اوران مطابق میباشند راه اندازی کرد. منبع‌های اکتشافی میگویند زیان از صدمه برق کارگاه نتنز را از فعالیت‌های مربوط به غنی‌گردانی اوران تخمیناً به مدت 9 ماه دور میکند. دیروز در قرقیزستان رایپرسی برای اصلاح قانون اساسی آن کشور برگزار شد. از طرح نوی کنستیتوسیا که قدرت پرزیدنت را بیشتر و صلاحیت‌های پارلمان را کمتر می‌کند، بیش از 79% رای دهندگان جانبداری کردند. به اصلاح کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی قرقیزستان در آوازدهی زیاده از 35% شهروندان قابل رای اشتراک کردند. نتیجه نهایی چند روز بعد اعلام می‌شود. پرزیدنت قرقیزستان صادر جابورов که تشبسکاری طرح کنستیتوسیای نو است، هنگام رای دهی گفت تا این دم قرقیزستان با کنستیتوسیای زندگی میکرد که از دیگر کشورها نسخه برداری شده بود. گروهی از ساکنان قرقیزستان صادر جابورов را برای اصلاح قانون اساسی تنقید کرده گفتند او برای ایجاد یک حکومت خودکامه شتاب دارد. در شرق توجیکستان از حساب 4 مؤسسه بین‌المللی مالیوی ساختن 2 نقب ماشین‌گذار و 2 پل به نقشه گرفته شده است. انشاءات مذکور در دایره طرح تجدید راه ماشینگرد آبی گرم نورآباد بنیاد کرده می شود. درازی عمومی 2 نقب 3 کیلومتر و پل‌ها 750 متر را تشکیل خواهد داد. در مجموع ارزش لایحه 350 میلیون دلار بوده. بنیاد تقریباً 75 کیلومتر رۆیدۆ یک چند پل‌ها و نقب‌ها را در بر میگیرد. مهلت به اتمام رسانیدن طرح سال 2025 پیش بینی شده است. مبلغ‌گذاری حکومت تاجیکستان در شکل امتیازهای انداز و پرداخت جبران به ساکنانی که خانه‌هایشان باید تخریب کرده شوند صورت میگیرد. جسد مادر و 3 فرزندشان را که 2 روز پیش در شهر پنجکند آویخته پیدا کرده بودند در دوشنبه دفن نمودند. جسد شعلو شریپوی 32 ساله، محمد جون 6 ساله، شهنازه 4 ساله و امینه 8 ماهه در درختان موضع کولی کولک آویزان بودند. وزارت کارهای داخلی حادثه را خودکشی نامید که در پی جنجال اویلوی به عمل آمده است. همچون گمانبر شوهر زن و خسرو خوشتومنش به بازپرسی دعوت شدند. ساکنان دهه نیکنود میگویند این زن جوان زاده شهر دوشنبه بوده چند سال پیش عروسی خانواده جورایف شده است. همدهگان زندگی اویله را میان حالانه تصویر کرده گفتند که در یک حولی چند خانواده زندگی میکردند. به قول رئیس محله ساکنان یگان بار شاهد جنجال در خانواده نشدند. کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان در دریاها و آبانبارهای کشور از 1 اپریل تا 15 ایون یعنی در دوره تخمگذاری محیطداری را منع کرد. در این مدت از جانب مسئولان ریدها برگزار خواهند شد. طبق معلومات وزارت کشاورزی کشور حجم استحصال محصولات ماهی در 2 ماه اول سال روان بیش از 480 تن را تشکیل داده است. صرف نظر از افزایش حجم صید ماهی، نرخ ماهی وطنی نسبت به ماهی‌های وارداتی 2 مراتب بلندتر بوده است. حالا 1 کیلو ماهی محلی در بازارها از 50 تا 60 سومانی ارزش دارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان لباس نوی زنانه کارمندان ملیسا را رونمایی کرده است. نمونه لباس اداره نظامی و صحرای ملی در وبسایت این وزارت نشر گردیده است. برخی از این لباس ها از متوی اطلس و ادرس دوخته شدند. به گفته نمایندگان این نهاد، استحصال لباس های مذکور در صورت تصدیق شدنشان از جانب سرفرمانده قوه‌های مسلح تاجیکستان به راه مانده خواهد شد. چون معمول در پایان صحبت برای شما درباره اسعار خارجی در تاجیکستان برای امروز بینندگان عزیز معلومات میدیم. بانک ملی نرخ 1 دلار را 11 سومانی و 31 درهم و 1 یورو را 13 سومانی و 45 درهم تعیین کرده است. روبل روسی نسبت آخر هفته گذشته اندک پایان رفت. نرخ 1000 روبل روسی رسو 146 سومانی مقرر شده است. دوستان عزیز، سرخط خبرها را اینجا به پایان میبرم، اما با شما خیر خوش نمیکنم از آن، زیرا در برنامه خبری شما را منتظرم. روزی خوش و تا ملاقات نوبتی.